پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. سلامت باشید. مرحمت شید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سال 2018 با رویدادهای نهایت مهم و خاطرمان خود برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان سال واقعاً تاریخی بود. 22 مارس سال جاری در روز بین المللی ذخیره‌های آب تطبیق تشبث چهارم جهانی ما در ساحه آب در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با اشتراک رهبر دولت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما آغاز گردید. در شرایط تغییریابی اقلیم که مسئله حفظ منبع‌ها و ذخیره‌های آب تازه آشامیدنی به یکی از مشکلات اساسی مردم سیاره تبدیل یافته است، تاجیکستان در این سمت همچون کشور تشبثکار و پیشصف
در عرصه جهانی اعتراف گردیده است. با کار انداختن اگریگات یکمی نیروگاه برق آبی راغون، یعنی انشاءات تقدیرساز عصر و آینده درخشان تاجیکستان که به شرافت آن آرزوی چندین ساله مردم شریف و زحمتکاران تاجیک عملی گردید، ابتدای گردش کولی در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال و یک قدم استوار و بزرگ کشور ما در سمت رسیدن به هدف یکم استراتژی ملی استقلالیت انرژتیکی به حساب می رود. حل مسائل در طول زیاده از 12 ساله با وجود آمده سیاسی و اقتصادی و تجارتی با جمهوری ازبکستان رویداد سیوم تاریخی در حیات اجتماعی و اقتصادی و معنوی مردم می باشد. به این دستاورد ما بعد ملاقات و مذاکرات دو جانبه سفرهای دولتی را برای هر دو دولت و به امضا رسیدن سازشنامه شریکی استراتژی بین کشورهای با هم دوست و برادر موفق گردیدیم که در نتیجه رفت و آمد آزادانه مردم تامین گردیده در ظرف 9 ماه بیش از 2.5 میلیون نفر شهروندان هر دو کشور به دیدار خویش و تبار خود میسر شدند و همکاری های اقتصادی و تجارتی و گومانیتاری به مراتب تحکیم یافتند. حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را در سمت نائل شدن به هدفهای در استراتژی ملی رشد پیش بینی گردیده روانه کرده. بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی مردم را توسط حل مسائل پیشرفته استوار اقتصادی، تقویت نیروی انسانی، تکمیل نظام اداره دولتی، توسعه امکانیت‌های صادراتی مملکت، بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری، انکشاف بخش خصوصی و بهبود وضع بازار مهنت هدف عالی خود اعلان نموده است. سال جاری ما برای نائل شدن به نشاندهنده‌های در حجت‌های استراتژی وابسته به رشد اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده قدم‌های استوار گذاشتیم. در نتیجه عملی نمودن وظیفه‌های در پایان سال گذشته بیان شده، سال 2018 رشد مجموع محصولات داخلی در سطح 7.3% جنبست گردیده، تورم در سطح 5.4% نگاه داشته شد. پیشرفت ساحه‌های مختلف اقتصادی بخصوص بخش‌های استحصالی تامین گردیده، زیاده از 150,000 جایهای کاری نو تأسیس داده شدند و در 3 سال آخر شماره شخصانی که با مهاجرت مهنتی میروند 25% کم گردید. درآمد پولی اهالی 11% زیاد شده. حجم پسندازها در نظام بانکی کشور نسبت به سال گذشته 9% افزود و سطح کمبزاعتی تا 29.5% کاهش یافت. در ساحه اجتماعی تمایل‌های مثبت ادامه پیدا کرده، از جمله نشان دهنده دراز عمری اهالی به 75 سال رسید و فقط مادر و کودک در مقایسه با سال 1998 متناسباً 2.1 و 2.6 برابر پس گردید. شماره اهالی در کشور
از 5.4 میلیون نفری سال 1990 به 9.1 میلیون نفر در سال 2018 رسید و در نظر است که سال 2023 اهالی کشور به 10 میلیون نفر می رسد. این از ما تقاضا می نماید که به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی اهالی و تقویت اقتدار استحصالی مملکت دقت اولین درجه دهیم. ما باید برای بهتر نمودن نیک احوالی مردم آب و زمین را ثمراناک استفاده برده استحصال مواد غذایی را سال به سال زیاد کردنمان لازم است. من اینجا بیهوده درباره افزایش شماره اهالی رقمها را بیان نکردم. از ماه سپتامبر سال 2018 معاش وظیفوی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه بودجتی از جمله علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌هایی که از بودجت دولت مبلغ‌زاری کرده می‌شوند، اینچنین نفقه و استیپندیا تا 15% بلند برداشته شد. از جانب حکومت مملکت برای عملی نمودن این اقدام در سال 2019 1.2 میلیارد سامانی روانه می‌گردد. در اساس برنامه‌های قبول گردیده ما باید طرز زحمت کشیم که برای بلند برداشتن مزد مهنتی کارمندان ساحه‌های بودجتی و نفقه در سالهای بعد نیز زمینه‌های ضروری گذاشته شوند. یعنی ما باید برای رشد اقتصادی مملکت، صنعت کنونی، رشد استحصالات، درآمدی که با در نظر داشت دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای بودجتی دولتی ما توانیم که هر سال اقلاً 10-15% معاش و نفقه استیپند را بلند برداریم در آینده. در نظر باید داشت که قسم درآمد بودجت دولتی از 6.5 میلیارد سامانی سال 2010 در سال 2019 به 24 میلیارد سامانی رسانیده می شود که افزایش آن قریب 4 برابر و حصه خراجات ساحه‌های اجتماعی 43.7% را تشکیل می دهد. در بودجت سال 2019 نسبت به سال 2018 به ساحه‌های فرهنگ و ورزش 17.3%، علم و معارف 14%، سقوط اجتماعی و حفظ اجتماعی اهالی 9.5% و تندرستی 7.2% زیاد مبلغ روانه کرده می شود. طبق نقشه های تصدیق شده در سال 2019 افزایش قسم درآمد بودجت دولتی نسبت به سال 2018 13%، سرعت رشد مجموع محصولات داخلی بیش از 7% و تورم در سطح نزیاده از 7% تامین گردیده درآمد پولی اهالی نکم از 10% افزایش می‌یابد. برای با صفت اجرا شدن این وظیفه ها حکومت مملکت را ضرور است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، روند تغییر یافتن مناسبت‌های اقتصادی بین المللی، وضع بازارهای مالیوی، نزاع‌های تجارتی و تحریم‌ها را منتظم تحلیل کرده جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی چنین عامل‌ها به اقتصاد ملی ما تدبیرهای ضروری را عملی گرداند. همچنین در سمت معتدل نگاه داشتن نشاندهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی، تامین نمودن فعالیت باثبات نظام بانکی، کارخانه‌ها و باز هم بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری چاره‌های قطعی اندیش. وزارت مالیه وظیفه‌دار کرده می شود که استراتژی اداره کنی مالیه دولتی را
با در نظر داشتن افضلیت‌های کشور، اجرای صفتناک قسم درآمد و خراجات بودجه، شفافیت خراجات آن، اینچنین پیشنهاد نقشه‌های دورنمای اصلاحات در این سمت‌ها تطبیق نماید. باید ذکر کرد که نظام بانکی در تأمین کردن رشد اجتماعی و اقتصادی کشور، بخصوص پیشرفت ساحه‌های واقعی اقتصادیات، بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور، تأسیس جایهای کاری نو و وسیع نمودن منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی نقش مهم می‌بازد. در 11 ماه سال 2018 از جانب نظام بانکی به صاحبکاران و اهالی به مبلغ 7.5 میلیارد سومانی قرض داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته همگی 3% زیادتر است. این خیلی کم است. برای رشد اقتصادیات، رشد صاحبکاری، مثلا صاحبکاری 3 ساله، این خیلی مبلغی کم است. وابسته به این بانک ملی را ضرور است که برای زیاد نمودن حجم قرض و بخش خصوصی و مخصوصاً به ساحه‌های استحصالی نگاه داشتن ثبات نظام بانکی، بهتر گردانیدن سطح و صفت خدمت رسانی‌ها، آماده کردن متخصصان ساحه بانکداری و بلند برداشتن سویه کسبی آنها چاره‌های قطعی اندیش. علاوه بر این، عملیه حساب برابرکنی غیر نقدی در معاملات پولی کشور وسعت بخشیده. این ترتیب سال 2019 در پرداخت خدمت رسانیان و نظام سودا به طور وسیع جاری کرده شود. و من در سال 2018 حصه پول نقدی که بیرون از نظام بانکی در معاملات قرار دارد در گردش عمومی پولی کشور 64% را تشکیل کرده است. با در نظر داشت روندهای معاصر ما باید کار را جهت تطبیق اقتصادیات رقمی و در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جاری کردن تکنولوژی‌های رقمی وسعت داشت. ما تأمین استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمره‌بخش نیروی برق از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذخواری و دسترسی اهالی مملکت به غذای خوش‌صفت و وسعت‌دهی شغل پرمحصول را همچون هدف‌های استراتژی خود انتخاب نموده، نقشه گزارش اقتصادیات کشور را از شکل اگراری ایندوستریالی به ایندوستریالی اگراری عملی گردانیده استفاده ایم. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در 3 سال آخر حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی از 15.2% تا 17.3% افزایش. در رابطه با این و با در نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای کاری، پیشنهاد می‌نمایم که صنعت کنونی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شود. زیاده از قریب 100 سال می شود کشور ما را همچون کشور اگراری می شناسد. 75 سال پیش فقط پخته استحصال، کم و بیش سبزوات، میوه. لیکن من تحلیل کرده برآمدم در زمان صاحب استقلالی اگر زیاده از 2 برابر مساحت باغ و تازه را زیاد کردیم و در مجموع آن درآمدی که از صادرات میوه و سبزوات و محصولات ساحه کشاورزی وارد می‌گردد بسیار ناچیز است. یعنی صنعت کنونی مملکت با در نظر داشت بنیاد نیروهای برقی، آبی، راغون
و دیگر نیروگاه برقی و در آینده نیز باز بنیاد کرده می شوند، در ما ذخیره های مینرال خیلی زیاد هستند. الکی ما شروع کردیم. به چند سال آخر چندین کارخانه‌های بزرگ صنعتی متالورگی رنگ به استفاده داده شدند و این ساحه در آینده نیز رشد می‌کند. و این می‌تواند هم با جای کار مردم را تأمین کند، هم اقتداری صادراتی که دولت را رشد می‌کند، یعنی افزایش می‌دهد. وابسته به این ضرور است که تا سال 2030 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانیده شود. برای رسیدن به این مقصد باید عملی شوی برنامه‌های ساحوی قبول گردیده و لایحه‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت قطعی قرار داده ثمره‌ناکی و صفتناکی آنها تأمین کرده شود. من تحلیل کرده برآمدم در زمان صاحب اختیاری کشور از سال 1992 این جانب در مملکت زیاده از 217 لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملی کرده شده است. حجم اجرایشی از خودکنی این مبلغ‌ها از 88 تا 90% را تشکیل می‌دهد. لیکن در سالهای 2014 و 2018 جلب سرمایه مستقیم نسبتاً کمتر زیاده از 16 میلیارد سامانی و از خودکنی این مبلغ‌ها در جنبه 3 سال همگی 50% را تشکیل می‌کند. یعنی ما در دوام سال همگی 7 میلیارد آن را از خود کرده ایم. این از حکومت و ساختارهای مربوطه فعالیت کاری آنها وابستگی بسیار مستقیم دارد. بنابراین رهبران ولایت و شهر نویا باید فعالیت خود را دایر به جلب سرمایه مستقیم، بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی، به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و تشکیل جایهای کار وسعت بخشند و دایر به وضع اجرای کارها هر نیم ساله به حکومت مملکت حسابات پیشنهاد نماید. موجود نبودن بعضی نمودهای اشیاء خام در داخل کشور برای استحصال محصولات نیایی مسئله حل طلب می باشد. وابسته به این پیشنهاد می نمایم که اشیاء خام برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی وارد شونده به استثنای اشیاء خام در تاجیکستان استحصال شونده و مالهای زیر اکسیزی از انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد کرده شود و ساختارهای مربوطه در دوام 1 ماه ترتیب تطبیق امتیاز مذکور را معین نماید. تدبیرهای هوسمندگردانی دایر به تشکیل استحصالات عوض کننده واردات امکان دادند که اهالی از حساب استحصالات وطنی با مالهای اساسی خوراکواری، اسبابهای روزگار و مسائل ساختمان تأمین گردیده حجم واردات مواد غذایی از خارج کشور در دوام 3 سال آخر قریب 3 میلیارد سامانی یا اینکه 31% کاهش داده شود. اگر ما از آن حکومت، رهبران ولایت و شهر نویا ساختارهای دخلدار باز هم در این سمت با مسئولیتی بلند مناسبت کرده کار و فعالیت کنیم، ما تا 50-60% در مهلت 2-3 سال آینده مخصوصاً هم مسائل ساختمان هم مواد غذایی را از استحصال وطنی خودمان را پوره تامین کرده میتوانیم. سال جاری از 20 نامگوی مال و محصولاتی به صادرات نگرانیده شده، افزایش استحصال 15 نامگوی آن تامین گردید. ولی بر رقابت تا باور نبودن و بلند بودن ارزش اصلی محصولات بعضی کارخانه‌ها، نامکمل بودن راه‌های حفظ منفعت‌های صادرکنندگان
در خارج کشور تا حال با تأمین نمودن گوناگون سمتی استحصالات و صادرات مساعدت نکرده ایستاده است. یعنی اقتصادیات رشد کرده ایستاده است. من در اینجا نامبر کردم امسال 73%. به حساب میانه در 15 سال آخر رشد اقتصادیات مملکت به حساب میانه 7% را تشکیل می کند. لیکن حجم صادرات به خارج کشور محصولات خیلی هم حالا پست است. این یکی از نشاندهنده‌های به نهایت مهم است. اگر ما اقتدار صادراتی را افزایش نتونیم در مجموع ما خودمان منوی میکنیم. بنابراین حکومت تاجیکستان را ضرور است که همکاری سودمند را جهت وسیع نمودن امکانیت‌های صادراتی و ترانزیتی مملکت در سمت انتقال ترانزیتی مال و محصولات و تشکیل دانال‌های سبز با کشورهای همسرحد برآماند. وزارت‌های کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، اگنتی صادرات، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند که فعالیت خود را جهت معرفی کردن محصولات در تاجیکستان استحصال شده، دریافت بازارهای صادرات، شریکان استحصالی و تجارتی و حفظ منفعت‌های صاحبکاران وطنی در خارج کشور تقویت بخشند. وکیلان محترم، اصلاحات اقتصادی طی سالهای آخر عملی شده با بهتر گردیدن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خارجی از جمله سرمایه مستقیم مساعدت کرده ایستاده است. حالا در کشور تطبیق 70 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 30 میلیارد سامانی ادامه دارد. در 10 سال اخیر با اقتصادیات تاجیکستان در حجم زیاده از 33 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی وارد گردیده است که قسم زیادی آن بر رشد ساحه‌های انرژتیک، علاقه، ساختمان، استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک و بنیاد انفراستراکچور روانه شده است. ما برای نائل شدن به هدف‌های گذاشته شده همکاری را با شریکان رشد من بعد نیز ادامه می‌دهیم و سرمایه مستقیم جلب شده را با وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر استحصالی، تأسیس جایهای کاری نو و افزایش حجم استحصال محصولات رقابتناک وطنی روانه می‌کنیم. وابسته به این حکومت مملکت را ضرور است که فعالیت خود را دائر به بهسازی فضای سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم خارجی و معرفی لایحه‌های سرمایه‌گذاری وسعت بخشد. من اندیشه‌های خود را عاید به بسیار مسائل افزایش‌ناک از جمله تنظیم نظام اجازت‌دهی، سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار و مأموری کنانی انداز 15 اکتبر سال جاری در فورم صاحبکاری بیان کرده مسئولان را برای حل کمبودی‌های جای داشته وظیفه‌دار نموده. در اساس نتیجه‌های در جریان فورم به دست آمده نقشه چهاربینی تصدیق گردیده است و ساختار و مقامات مسئول باید اجرای آن را نظارت و تأمین نماید. حالا در کشور برای بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری همه نمودهای سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار در اساس ارزیابی خفا برآمده شدند، ولی طلبات قانونگذاری ساحه از جانب بعضی مقامات سنجش نه همه وقت رعایت می‌گردد. ما سال جاری با مقصد برطرف نمودن سنجش‌های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای رشد صاحبکاری و همه گونه سنجش‌های فعالیت صاحبکاران استحصالی در دوام 2 سال مراتع اعلان نمودیم که از آن قریب 2000 سوبیکت‌های صاحبکاری در ساحه‌های استحصالی برخوردار گردیدند. برای تقویت بخشیدن با این روند ضرور می‌شمارم که سالهای 2019-2020 تمامی سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری
در ساحه استحصالی منع کرده، مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتور با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری در ساحه استحصالی با همه مقامات سنجش و نظارت و حفظ حقوق از جمله پروکراتورای گنرالی، پالاتای حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، بانک ملی و مقامات انداز و گمرک تطبیق کرده شوند. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. وزارت صنعت حکومت مملکت بعد 2 سال گیم که جنبست کرده، تحلیل کرده، پیشنهاد کنه که چی میتونم. من باوری کامل دارم این بسیار نتیجه خوب میدهد. این نتیجه نه چندان با سنجشگران می شود. این پرابلم اونا باید در چارچوبه قانون ها کار و فعالیت کردن را باید عادت کنند. همچنین با مقصد تامین نمودن رعایت دقیق مقررات قانونگذاری در سمت مراتور با پروکراتورای گنرالی سپارش داده می شود که در همکاری با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی نسبت به مسئولان مقامات دولتی که با فعالیت صاحبکاران بی‌اساس دخالت کرده سد راه رشد صاحبکاری می شوند چاره‌های ضروری اندیش. من یک چند روز پیش روز 21 در ناحیه رودکی بودم. در یک سفر ما 2 مؤسسه تعلیمی را به استفاده دادیم که هر کدامش برای 1240 خواننده است. از جانبی کی؟ از بودجه دولت نه، از جانب صاحبکاران محلی همین ناحیه. یکیش 26 میلیون سامانی خراجات کرده است، در ظرف 1 سال بنیاد کرده است. دیگرش 22 میلیون سامانی. کی میکنه؟ اگر بسیار صاحبکاران اگر یگان جا با قاعده‌های انداز و گمرک و دیگر وی کرده باشد، ما صاحبکاران بسیار با ننگ و ناموس داریم که بینید امروز به شرافت 30 سالگی در مملکت چیکارها را به انجام رسانیده است. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش‌های حقوقی، مالیوی و اقتصادی صاحبکاران، رسانیدن کمک برای تهیه لایحه‌های تجارتی و دریافت راه‌های تطبیق آنها بخصوص به سوبیکت‌های صاحبکاری نوتأسیس و جلب جوانان به فعالیت صاحبکاری، حکومت تاجیکستان جهت در شهر ناحیه‌های کشور تشکیل نمودن مرکزهای خدمت رسانی که در یک وقت وظیفه مرکزی تعلیمی صاحبکاران را اجرا میکنند چاره‌های ضروری اندیش. این بسیار مهم است. حتی در اروپای پیشرفته من میبینم، میخوانم، با واسطه تلویزیون تماشا میکنم، آنهایی که صاحبکاران جوان هستند، آنهایی اکنون به صاحبکاری و تجارت مشغول هستند، کورس‌های مخصوص است، با آنها کمک میکنند، میآموزانند. صاحبکاران سواد داشتنش در کار. در برابر این برای برطرف کردن مانع‌های مأموری، تامین نمودن ثمره‌ناکی خدمت‌رسانی‌های دولتی با صاحبکاران و اهالی با حکومت مملکت سپارش داده می شود که سال 2019 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های دولتی را تهیه و پیشنهاد نماید. اینچنین پیشنهاد می نمایم که با مقصد دستگیری میانبرده صاحبکاران در کشورمان
300 روز اصلاحات оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ амалӣ карда шуд. ҳамватанони азиз, дар 10 соли охир иқтидорҳои истеҳсолии низоми энергетикии кишвар дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиёд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат сохта ба истифода дода шуд. аз оғози бунёди нерӯҳои барқии обии Роғун аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағзорӣ 24 миллиард сомонӣ танҳо соли 2018 39 миллиард сомонӣ аз суд карда шудааст ва соли 2019 ба ин мақсад қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида агрегати дуюми он ба кор дароварда мешавад. моҳи сентябри соли 2018 мо дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб нерӯҳои барқии обии Тоҷикистонро бо иқтидори 1500 киловатт ба маблағи 80 миллион сомонӣ ба истифода супоридем ки ба шарофати он талабот ба нерӯи барқ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пурра таъмин карда шуд. ҳоло асоснокунии техникии ду нерӯҳои барқии обии дигар дар ин минтақа яъне вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Санобод ва Себзор бо иқтидори умумии 211 мегаватт омода гардида корҳо доир ба дарёфту ҷалби сармоя бо созмонҳои байналмилалӣ идома доранд. ман боварӣ комил дорам ки соли оянда то охири сол бунёди нерӯҳои барқии обии Себзор ба тариқи пурра шурӯъ мегардад. ҳукумати кишвар дар баробари бунёди нерӯҳои барқии обии нав ба масъалаи барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. зеро дар ҳолати таҷдид накардани як қатор нерӯҳоҳо ки солҳои тӯлонӣ фаъолият карда истоданд, самаранокии истеҳсолии онҳо коҳиш меёбад. агрегатҳои нерӯҳои барқии обии Қайрохун соли 1956 яъне 63 сол пеш ба кор бароварда шудааст. Сарбанд соли 1962 57 сол, Норак соли 1972 ин 47 солро дар бар мегирад. 2-3 умри худашона аллакай кор карданд. таҷдид карданд, таъмир карданд, амода. бинобар ин ҳоло таҷдиди нерӯҳои барқии обии Сарбанд ба маблағи 1,3 миллиард сомонӣ идома дорад ва як агрегати он имсол ба кор дароварда шуд ва соли 2019 таҷдиди нерӯҳои барқии обии Қайрахун дар ҳаҷми 1,9 миллиард сомонӣ ва марҳалаи якуми таҷдиди нерӯҳои барқии обии Норак ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ оғоз мегардад. яъне барои таҷдиди нерӯҳои барқии обии Норак 750 миллион доллари амрикоӣ зарур аст. ҳоло 350 миллион доллари амрикоӣ ҷалб карда шудааст ва ман боварӣ комил дорам ки дар арафаҳои ҷашни Наврӯз таҷдиди нерӯҳои бузурги обии барқии Норак шурӯъ мегардад. яъне марҳилаи аввал аст. яъне он чизе ки мо равона мекунем чӣ маънӣ дорад ки фаҳмо бошад. баъди таҷдиди пурра тавоноии ин се нерӯгоҳ нисбат ба ҳаҷми воқеии имрӯзаи онҳо дар маҷмӯъ 840 мегаватт
افزایش می‌یابد. یعنی در حجمی که سنگتوده یک در مجموع در یک جایه انا همین قدر اقتدار دیگر از حساب تعمیر و تجدید اینها ما گیم که اقتدار الهوایی به دست میاریم. این یک با هست. تنها بنیاد نیروگاه راغون امکان میدهد که عمر نیروگاه نارک 100 سالها دراز کرده شود. من همین فکر در یک 15 سال پیش در خانه رادیو در یک ملاقات داشتم، در آنجا من بیان کرده بودم و این چی معنا دارد؟ چگونه میگویند عمر نیروگاه برقی آبی نارک 100 سال دراز کرده می شود. این چنین معنی دارد که با آبانبار نارک از نیروگاه آبی راغون آبی تحشین شده صاف وارد میگردد. حاضر گیل و لای تحشین شده ایستاده است. آبی مصفا، آبی صاف تحشین در نیروگاه برقی آبی راغون می شود. 100 سالهای دیگر نیروگاه برقی آبی نارک به مردم خدمت میکنند. علاوه بر این توانایی نیروگاه‌های عمل کننده مسیر دریای وش 4 میلیارد کیلووات ساعت می‌افزاید. یعنی نیروگاه‌های بایغازی، سنگتوده 1، سنگتوده 2، سربند اینها اقتدارشان 4 میلیارد این دو سنگتوده 2 اقتدار اینا زیاد میشه. در مجموع همه این امکانیت میدهد که ما هم صادرات را زیاد کنیم به خارج، هم رشد صنعت را بینیم. چون که در ارزش اصلی محصولات صنعتی بیشتر ما که گاز نداریم قوه برق صرف کرده می شود، خراجات کرده می شود. برای باز هم استوار گردانیدن نظام انرژتیکی کشور کار دایر به تطبیق لایحه منطقوی کسه 1000 آغاز گردیده است که مبلغ عمومی آن قریب 11 میلیارد سامانی قسم تاجیکستان یعنی در داخل تاجیکستان 3.4 میلیارد سامانی بوده سال 2021 به انجام رسانیده می شود. همچنین خودی همین سال سال 2018 برای فعالیت ثمرناک نیروگاه برقی آبی راغون دستگاه معاصر تقسیم کننده الگازی یعنی زیرسازگاه برقی با مبلغ 530 میلیون سامانی، خطهای انتقال برقی 500 کیلووات در ناحیه‌های تابع جمهوری راغون دوشنبه با مبلغ قریب 750 میلیون سامانی و 220 کیلووات عینی رودکی با مبلغ 250 میلیون سامانی به استفاده سپارده شدند. سال جاری ما نه تنها برای نائل شدن به استقلالیت انرژتیکی قدمی استوار گذاشتیم، بلکه بار اول در 27 سال صاحب اقتداری کشورمان 2 سال آخر مردم مملکت را پوره با برق تامین نموده در حجم قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کردیم. اگر مردم کشور ما شما در یاد داشته باشیم زمستان‌هایی بود که ما مردم را 80% اهالی را حتی 1 ساعت هم برق داده نمی‌توانستیم. حالا تا دههای دوردستانی مملکت پره شب و روز دوام سال با قوه برق تامین است. در برابر این حکومت مملکت جهت اصلاحات اداره کنی ساحه یعنی تهیه نظام نوی حساب خراجات استحصال و انتقال و تقسیمات نیروی برق و با استفاده از نظام الکترونی جاری نمودن مکانیزم معاصری به حساب گیری و جمع‌آوری مبلغ نیروی برقی استفاده شده باید تدبیرهای ضروری را عملی نماید. وزارت انرژی و ذخیره آب یکجا با شرکت برق تاجیک وظیفه دارند که جهت کم کردن تلفات نیروی برق چاره‌های قطعی اندیشند. وابسته به مسائل رشد انرژتیک میخواهم تاکید نمایم که
استفاده اقتدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی تاجیکستان برای تأمین نمودن کشورهای منطقه با نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه یکی از اساسهای رشد اقتصاد سبز میتواند به کم گردیدن پرتوهای گاز کربن به اتمسفر مساعدت جدی نماید. حالا تاجیکستان طبق ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی دایر به استحصال نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه در جهان جای ششم را اشغال می‌کند. کشور ما امکانیت دارد که بعد به کار انداختن اقتدارهای نو از جمله نیروهای برقی آبی راغون از لحاظ فائز استحصال نیروی برق از منبع‌های تجدید شونده در جهان به جای دوم یا سوم برآید. این سهم تاجیکستان در حل یکی از مشکلات گلوبالی کم کردن پرتوهای گاز کربن و هوای اتمسفر و کاهش دادن عاقبت‌های منفی گرمشوی اقلیم خواهد بود. اگر با واسطه تلویزیون تماشا کرده بودن یا رنوس دادن در آلمان آخران کان استحصال انگیش را برای همین مسئله شده برای همین پیشگیری کردن گرمشوی اقلیم بستن. یعنی در آلمان دیگر گیم که نیروهای با انگیش کار کننده فعالیت کننده قطع کرده شد. در رابطه با این همچنین ضرور است که ما با مسئله حفظ محیط زیست عالم نباتات و حیوانات وضع اکولوژی و با این مقصد تجدید نظر کردن و تکمیل دادن قانونگذاری ساحه و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی مناسبت جدی ظاهر کنیم. خاطر نشان می‌سازم که حفظ محیط زیست در عین زمان یکی از راه‌های اساسی جلب سیاحان میباشد. حاضرین گرامی، در شرایط تاجیکستان که 93% قلمرویان از کوه‌ها عبارت است، ساحه‌های نقلیات و کمونیکاسیون برای تأمین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی اهمیت بزرگ دارد. در دوره صاحب استقلالی در کشور از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری بیش از 2100 کیلومتر راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری و زیاده از 1000 کیلومتر راه‌های ماشینگردی داخلی از حساب دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌زایی بنیاد و تجدید کرده شدند. تنها سال 2018 ساختمان و تجدید قریب 200 کیلومتر راه داخلی و بین‌المللی و 45 پل به انجام رسانیده شد. حالا در ساحه نقلیات با مبلغ عمومی 7.5 میلیارد سامانی 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی شده ایستاده است. طی سالهای اخیر در نتیجه بنیاد شاهراه‌های ماشینگرد بین‌المللی و پیوستن تاجیکستان با راه‌های جمهوری مردمی چین، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری قرقیزستان، شاده شدن راه آهن و 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان، کشور ما از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافت و هدف دوم استراتژی ما نیز عملی گردید. من بعد حکومت کشور باید دایر به توسعه منبع شبکه دالان‌های نقلیاتی و تقویت انفراستراکچور نقلیاتی، برآمدن به بندرهای بحری، بنیاد ترمینال‌های نزد سرحدی و مرکزهای لوجستیکی، نوسازی زمینه‌های مادی و تکنیکی و تجدید پارک‌های نقلیاتی، اینچنین افزایش حمل و نقل مال و محصولات تدبیرهای علاوه‌ای اندیش. همچنین با مقصد افزایش دادن حمل و نقل آدمان و حجم بارکشانی با در نظر داشت موقع مساعد جغرافی تاجیکستان جهت به مسیر ترانزیت هوایی تبدیل دادن کشور چاره‌های ضروری را راه اندازی نماید. هدف استراتژی دیگر که به تأسیس جایهای کاری و افزون گردانیدن
иқтидори содиротии кишвар таъсири бевосита мерасонад ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. бо мақсади таъмин намудани рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз ҳисоби татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва буҷети давлат дар давраи соҳибистиқлолӣ беш аз 12 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумат ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 3 баробар зиёд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонӣ дар соли 2018 расонида шуда, содироти маҳсулоти соҳа мунтазам афзоиш ёфта истодааст. дар баробари ин зарур аст ки барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда дар самти рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба масъалаи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ диққати бештар дода шавад. ҳоло ҳиссаи ночизи пахтаи истеҳсолшуда дар дохили кишвар коркар шуда, имкониятҳои мавҷуда алахусус дар самти таъсиси ҷойҳои корӣ дар соҳаи насоҷӣ ба таври кофӣ истифода нашуданд. мувофиқи маълумоти оморӣ дар соли 2018 ҳамаги ҳаҷми истеҳсоли нархи пахта истеҳсол гардида ҳамаги 10-12% нархи пахта дар дохили кишвар коркар карда шудааст ва содирот 2 баробар афзудааст. муҳтарам аъзои ҳукумат, вазорати саноат, мо кӯшиш кардам одакор ки дар 2-3 соли оянда 1 килограмм нархи пахта бекоркар бе маҳсулоти тайёр аз кишвар берун набарояд. мо бениҳоят иқтидорҳои зиёд дорем дар дохил. бинобар ин бояд аз ҳисоби самаранок истифода бурдани замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекор хобида ва аз худкунии заминҳои нав, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ, зиёд кардани масоҳати гархонаҳои доимо амалкунанда ва шумораи сархонаҳо барои нигоҳдории меваи сабзавот оид ба беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти он чораҳои қатъӣ ва фаврӣ андешида шаванд. ман дар рафти сафарам ба деҳқонон суҳбат доштам, роҳбари хоҷагии деҳқонӣ ки дар гархона сабзавот истеҳсол мекунад. аҳсан ба деҳқонон, аҳсан, ҳатто мутахассиси соҳаи дигем ки кишоварзӣ нест, лекин ҳисоби китоб карда баро мондааст, аз 1 гектар замин, 1,5 гектар замин 3 маротиба ҳосил мегирад. дар як сол 3 маротиба, садҳо тона, 20 нафар, 25 нафар бо маоши баланд. таъмин бозори пойтахти мамлакатам бо меваи сабзавоти тару тозаам. мо танҳо тарзи кор карданамон дар кор ки сади роҳи соҳибкорон тоҷирон нашавем. баръакс дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. ягон кас маслиҳат додагӣ не, худашон аз хориҷ технология ворид карда истоданд, аллакай медонанд, ҳисоб карда истоданд ки аз 1 гектар ҳоло технология баромадааст ки 2 баробар ҳосилнокӣ харҷи камтар қати маҳсулот истеҳсол карда мешавад. ҷаноби олӣ, 1 сол пас ман ҳамин технологияро ворид карда қариб 5 гектар замини дигарда гархона вай мекунам. 5 гектар зиёда қариб 150 кас кор мекунад ва маҳсулот гӯед содирот ҳам мекунад, бозори дохилиро таъмин мекунад. ҳамчунин вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ вазифадоранд ки дар ҳамкорӣ бо дигар вазорати идораҳо ва мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иҷрои барномаҳои қабулшудаи соҳаро таъмин карда доир ба корҳои иҷрошуда ҳар 6 моҳ ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд. илова бар ин зарур аст ки
از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و دامنکوها میدان باغ و تاغزار از جمله باغ‌های اینتنسیوی منتظم زیاد کرده شوند. من بعضا رقم‌ها را برای شما میگم. برای چی؟ چیکار کردن ما در کار آینده؟ برای زیاد کردن استحصال مخصوصاً مواد از ساحه کشاورزی مواد غذایی. در 27 سال صاحب استقلالی ما 190,000 گکتار زمین‌های کیش را به اهالی تقسیم کرده دادیم که از این 52,000 گکتارش زمین آبی می باشد. برای بنیاد خانه‌های استقامتی 1,000,000 یعنی با 1,400,000 عائله در مجموع به حساب میانه یک عائله تاجیک قریب 7 نفر را تشکیل می کند. اگر حساب کرده برآمدیم قریب 7 میلیون نفر اهالی به ما زمینی نزد حولگی تقسیم کرده دادیم. یک تاجیکستان دیگر. در زمان 75 سالهای گذشته همگی با این مقصد برای بنیاد منزل‌های استقامتی در مجموع 77,000 گکتار زمین تقسیم کرده داده شده بود. اینا رقم برای چی گفته ایستادم؟ ما برای آن گفته ایستادم که ما در فکر و ذکر از خود کردن زمین‌های نو، زمین‌های بیکار خوابیده، زمین‌های پرتاب ما 190,000 گکتار برقرار کردن آماده کن. در فکر تأمینات مواد غذایی اهالی باشه. قبول برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016 و 2025 که هدف اساسی آن گزارش به اداره کنی معاصر ذخیره‌های آب و جلب سرمایه‌گذاری‌های نو برای حل مشکلات آب در کشور به حساب می‌رود. اقدام سریع وقتی بوده یکی از مسائل اساسی که توجه مخصوص را طلب می‌نماید تأمینات اهالی با آب با صفت آشامیدنی میباشد. آب این سرچشمه حیات، منبع اساسی سلامتی انسان میباشد. بسیار کسانی و طبیبان میدانند که در دنیا درمان از آن جمله از سلامتی انسان از آب پیش از همه آبی با صفت آشامیدنی وابستگی دارد. با وجود آنکه تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگی آب میباشد، تأمینات اهالی دهات کشور با آب با صفت آشامیدنی بهبودی جدی را طلب می‌نماید. حکومت تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد تطبیق 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری را در سمت آب تأمین کنی اهالی در حجم 2.4 میلیارد سامانی آغاز کرده است که 50% آنها تا امروز عملی گردیدند. در سمت کشاورزی و آبیاری زمین 35 لایحه با مبلغ عمومی 50.4 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. اما چنانکه تحلیل‌ها نشان می‌دهند زیاده از 80% مبلغ برای رشد شبکه‌های آبرسانی مرکز شهر نایا روانه می‌گردد. ضرور است که به حل این مسئله در دهات نیز توجه بیشتر ظاهر کرده شود، زیرا بیش از 73% اهالی در آنجا زندگی می‌کنند. ما باید تأثیر روزافزون عاقبت‌های تغییر آبی اقلیم را به وضع کارها در سمت رسیدن به اداره استوار ذخیره‌های آب همیشه در مد نظر داشته باشیم. معلوم است که تغییرات گلوبالی اقلیم به حجم ذخیره‌های آب نوشاکی تازه و صفت آن تأثیر منفی رسانیده. کشورها و منطقه‌های مختلف عالم را به وضع تشویش آور اکولوژی دچار می‌سازد. در برابر این بر اثر زیاد شدن اهالی در منطقه ما و عموماً در سطح گلوبالی طلبات به ذخیره‌های آب با سرعت افزایش می‌یابد. این دو عامل در نزد ما وظیفه‌های نوی مجموعی را می‌گذارد. ضمناً تأکید می‌نمایم که سیاست دولت تاجیکستان در ساحه آب در عین زمان به حل مسائل مبرم اجتماعی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی نیز نگرانیده شده است.
ما آماده ایم که ذخیره‌های بزرگ آب نوشاکیمان را به منفعت منطقه مورد بهره برداری قرار دهیم. تکرارا تاکید می سازم که استفاده عاقلانه تنها ذخیره های نادر کولی بلندگوی سری است که 17 میلیارد متر مکعب را در بر میگیرد، امکان تامین دراز مدت و استواری اهالی منطقه ما را با آب با صفت نوشاکی میدهد. در دایره نقشه چهاربینی ها آید به عملی گردانی 10 ساله عمل برای آب تصمیم گرفته شد که هر یک سال این 10 ساله به بررسی همه جانبه و حل و فصل تدریجی مشکلات مربوط به آب بخشیده شد. از جمله طبق نقشه کارهای سازندگی و آبادانی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی در برابر ساختمان و تعمیر و ترمیم انشاءات تعینات اجتماعی، اینچنین مشکلات تامینات اهالی با آب با صفت آشامیدنی در محلهای اهالی نشین مخصوصاً دهات باید حل کرده شوند. سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده سال 2018 به درک اهمیت سمت‌های مذکور در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم تکانی جدی بخشیده. شماره سیاحانی که سال 2018 به تاجیکستان آمدند نسبت به سال 2017 2.5 برابر افزود، ولی برای رسیدن به هدفهای پیش بینی شده 1 سال بسنده نیست. در برابر این سال جاری استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 قبول گردید و امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان تا حد امکان معرفی شدند، لیکن برای رشد اینفراستراکچور ساحه در همه منطقه‌های کشور باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند. برای بنیاد اینفراستراکچور ساحه سیاحی اینچنین آماده نمودن ده‌ها و صدها هزار هنرمندان صاحب کسب و احیای هنرهای مردمی 1 سال بسنده نیست. 1 سال بسنده نیست. ما دیدیم از تجربه و در سال عملی شدن این تشبوس با مقصد وسعت بخشیدن به حل مسائل ذکر شده و با در نظر داشت ضرورت انکشاف اینفراستراکچور دهات پیشنهاد می‌نمایم که سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شد. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. انا همینطور مثل که قرصک میزنیتون دوامی 3 سال کار کردن مانده کار که همین مقصدهای برنامه‌های نیکی ما عملی شود. مقصد اساسی از این پیشنهاد عملی گردانی تلاش‌های حکومت مملکت به خاطر باز هم آباد کردن تاجیکستان و حل مسائل اجتماعی اهالی با راه بهتر نمودن اینفراستراکچور پیش از همه در ساحه‌های معارف و تندرستی، تأسیس جایهای کاری، تأمین کردن اهالی دهات با آبی با صفت آشامیدنی، بنیاد و تجدید راه‌های محلی، رشد اینفراستراکچور سیاحی و انکشاف هنرهای مردمی با طلبات معاصر مطابق ساختن سطح خدمت رسانی و بلند برداشتن نیکوحوالی مردم در هر یک دهه و محل اهالی نشین می باشد.
من در چند یک محله اهالینشین بودم، روحیه مردم را احساس کردم و شاهد بودم چگونه خوشبخت است. وقتی راه ساختند، راه‌های زمانوی، وقتی مرکز سلامتی است، وقتی بنگاه طبی است، وقتی در خود داخل دیه تولدخانه است، حمام است، کاشانه حسن است، سرتراشخانه است، مکتب است، کارخانه دوزندگی است. برای مردم یک دیه چی در کار؟ آبی آشامیدنی مهیا کردن در کار است. صدها جای کاری نه. بعضا صاحبکاران در گیر اطراف دیه است، صدها گکتر باغ بنیاد کردن که اهالی هم بیکار دیه در همون باغ 80-90 کس نفر جای کار می آورد. مگر این کاری بد است؟ چرا نمی شود؟ می شود. 10 مراتبه تکرار کردم. اگر همه ما شما پیش از راهبر دولت، اعضای حکومت، پارلمانت کشور و دیگر خدمتچیان دولتی ما شما صدقاً وطنمان را دوست داشته، دست بالای قلب گذاشته، تشبثکار باشیم، مردم را از قفای خود بریم، همه چی می شود. آباد هم می شود، زیبا هم می شود. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. حسن. سلامت باشید. حکومت مملکت را ضرور است که برای رسیدن به مقصدهای ذکر شده در سمت مذکور و همزمان با این جهت معرفی موضعهای نادر سیاحی، حفظ، انکشاف و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی، حیوانات و نباتات و میراث تاریخی و فرهنگی، فراهم آوردن شرایط برای سیاحان اکولوژی، طبابتی، ورزشی و شکار و کوهنوردی تدبیرهای علاوگی اندیشه. تأکید می‌سازم که رئیسان ولایت‌ها و شهر نویا برای وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، رشد انفراستراکچور دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با این مقصد جلب نمودن سرمایه وطنی و خارجی مسئولیت بی‌واسطه داشته با جای کار تامین کردن و صاحب کسب و هنر گردانیدن مردم نیست وظیفه اولین درجه آنها می باشد. با عرض احترام و صمیمیت و منتداری به مردم شریف تاجیکستان، از جمله صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصان خیرخواه و همت بلند، برای تشبث‌های سازنده می‌خواهم یک نکته را تاکید نمایم. برآورد سازندگی وطن هر یک شهروندی با ننگ و ناموس باید سهمگزار باشد. هر فرد جامعه باید کسب و هنری داشته باشد که با استفاده از آن زندگی خود را پیش برد. انا این است هدف ما با نمی راهی که مقصدی که پیش کردیم. راهبران ولایت‌ها و شهر نویا من را گوش کرده ایستادند، کدامی که در اینجا حضور دارند، کدامی که در جای کار و فعالیت خود. ما باید در عملی شدن این مقصدها به ظاهر پرستی راه ندهیم. هنرهای مردمی یک نمایش دادن و با واسطه تلویزیون نمایش دادن جناب یاری تماشا که ما کردید نه. شما باید حسابات کنید در حدود نهایت چند صد هزار بانوان و مادران و دیگر جوانان و دیگر صاحب کسب و هنر شدند. هر یک فردی تاجیک باید یک هنر داشته باشد. هدف همین است، یک کسب داشته باشد. وقتی که شخص کسب یا هنری که دارد
و زندگی خود را پیش میبرد. تأمینات عالی خود را بهتر میکند. سطح و صفت زندگی هم خوبتر و بهتر میشه. هدف این است. هدف آن نیست که مال و محصولات یک هنرمند به نمایش گذاریم به مرض و بعد گردی وی رقص و بازی کنیم که ما برنامه را اجرا کردیم. نه، حسابات میتیم چقدر در حدود هر یک ده محل و ناحیه ولایت چقدر که شهروندان ما صاحب کسب صاحب هنر گردیدند، با جای کار تامین شدند. ما برای هر شخصی که میخواهد کسب و هنر، نیت و نقشه و قابلیت و استعداد خود را عملی گرداند، یعنی جهت خود تطبیق کنی شهروندان شرایط مساعد فراهم می‌آوریم. ما هر عملی نیکی را که به شکرانه استقلالیت و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی انجام میدیم، برای خودمان، فرزندانمان، نسل‌های آینده امان، وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان میکنیم، زیرا این وطن و این دولت از خود ماست و آن را به جای ما و شما کسی دیگر آباد نمی کند. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، تحکیم با شدن اقتدار علمی کشور، جاری کردن اختراعات در استحصالات، استوار گردانیدن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، بلند برداشتن صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات، جلب باز هم وسیع استعدادهای جوان با آموزش تکنولوژی‌های معاصر و کارهای ایجادی و تکنیکی وظیفه مهمترین ساحه علم و معرفی باشد. از این رو ما به ساحه علم و معرف اعتبار اولین درجه داده اصلاحات را در همه زمینه‌های تحصیلات با ما ادامه میدیم و مشکلات موجوده را دوره به دوره برطرف میکنیم. ما پیش از همه به انکشاف زمینه تحصیلات تا مکتبی دقت جدی داده باید شماره مؤسسه‌های تا مکتبی را به مراتب زیاد نماییم و برای رشد قابلیت ذهنی کودکان شرایط مساعد فراهم سازیم. در دایره برنامه‌های دولتی و با اشتراک اهالی در 3 سال آینده بیش از 1050 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و عمومی بنیاد کرده می شود که قسمی زیادی آنها در دهات کشور پیش بینی گردیده است. با وجود این و حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها سپارش داده می شود که رشد مؤسسه‌های تعلیمی از جمله مؤسسه‌های تا مکتبی و تا سال 2021 به 30% رسانیدن فراگیری کودکان را به زمینه تحصیلات تا مکتبی تأمین نماید. تنها در سال 2018 در کشور از حساب همه سرچشمه‌ها 151 مؤسسه تحصیلات عمومی با زیاده از 73,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شد و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این پروبلم جای نشست ناحیه رودکی 10 سال پیش همگی 200-300 هزار اهالی داشت، حالا 500 هزار و در یک سال در یک ناحیه در پهلوی پایتخت مملکت 7,000 کودک به صف یکم می رود. 7,000
برای ویها در یک سال 12 مکتب ساختند در یک ناحیه. خدا با دولتشان عید زیاده کند. برای همین هم زحمت کشیدن همون در کار است. ما اصلاحات نظامی همه زینه‌های تحصیل را بعد نیز دوام داده اصولهای فعال تعلیم را جاری میکنیم و به سطح و صفت تعلیم اعتبار اولین درجه میدیم. در رابطه با این وزارت معارف و علم خدمات نظارت در ساحه معارف وظیفه‌دار کرده میشوند که در همکاری با رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه و دیگر نهادهای جمعیتی نظارت را جهت بلند برداشتن سطح و صفت دانش در همه زینه‌های تحصیلات پرزور نمایند. من سفرات میپرسم معاشرت میکنم با خوانندگان پست است. مخصوصا آموزش زبان‌های خارجی خیلی درجه پست است. همزمان با این وزارت معارف و علم یکجا با وزارت رشد اقتصاد و سودا و دیگر ساختار و مقامات داخلدار تا سال 2020 مسئله نارسایی کادرهای آموزگاری را پوره حل و فصل نمایند. در ساحه معارف دو پرابلم اساسی است، یعنی پرابلم جدی. یکم نرسیدن نارسایی کادرهای صاحب کسب آموزگاری. دوم این بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی کشور است. دو پرابلم جدی. دیگر مؤسسه تعلیمی که نو است حاضر زمان است یک پرابلم نیست. مکتب را بنیاد کرده ایستادیم. ما قریب 50% شماره مکتب‌های تیپ 9 در مملکت بنیاد کردیم. این پروسس ادامه می‌یابد. لیکن صفت تعلیم و تربیت به زمان جوابگو نیست. من در پایان‌تر به ایستاده می‌گذارم دایر به مسائل زنان چگونه تعلیم است در مکتب‌ها، صفت تعلیم و تربیت و چی نتیجه دارد. ما زحمت استادان و آموزگاران را همیشه بلند ارزیابی میکنیم و غمخواری را در حق آنهایی که در این ساحه خدمت‌های شایسته کردن ادامه میدیم. لیکن پیشرفت جامعه، ترقیات علم و تکنیک و تکنولوژی تقاضا میکند که آنها نیز برای بلند برداشتن سطح کسبیت خود منتظم کوشش کنند. اگر آموزگار سطح بلندی کسبیت نداشته باشد، با یگان راه و واسطه ما سطح و صفت تعلیم را بهتر کردن نمیتوانیم. یا میتوانیم؟ نه. بنابراین با وزارت معارف ضرور است که فعالیت کورس‌های تکمیل اختصاصی آموزگاری را باز هم تقویت باشد. علاوه بر این همه کارمندان ساحه معارف از دستگاه وزارت و ساختارهای محلی آن تا استادان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت در تمام قلمرو کشور هر 3 سال یک مرتبه از اتستاسیا گذرانده شوند. یا نادرست است؟ حالا من پایان‌تر می‌ایستم میگم برای چی؟ هنوز سال 2003 فرمان پرزیدنت کشور درباره تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی قبول شده بود. ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که نتیجه‌ها در این مسئله چندان قانع کننده نیستند. نه اینکه قانع کننده، غیر قناعت بخش است. من دیگران را نمیدانم. وقتی که من معاشرت میکنم، صحبت میکنم با خوانندگان، احساس میکنیم که تعلیم و تربیت در این مسئله بسیار قفا مانده است. حساب کنید 2003 2018 15 سال
اگر ما خواهیم که با جامعه پیشرفته بشر برابر قدم گذاریم باید به این مسئله اعتبار جدی دهیم. این دو زبانی است که از 6 زبان معاشرتی بین المللی که سازمان ملل قبول کرده است، این دو زبان معاشرتی بین المللی به شمار می رود. از این لحاظ با حکومت مملکت، وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی علم‌ها سپارش داده می شود که در نیم ساله اول سال 2019 برنامه نوی تکمیلی تعلیمی زبان‌های روسی و انگلیسی را برای دوره تا سال 2030 تهیه و پیشنهاد نماید. ساعت‌های درسی که در مکتب‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، این بنیاد کم است، ناچیز است. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که ما این کار را برای خودمان، یعنی به خاطر بلند برداشتن سطح معرفت و توسعه جهانبینی نوجوانان و جوانان کشور میکنیم، نه به مقصد دیگر. یگان مقصد هدف دیگر نداریم. برای آینده تاجیکستان هدف و مقصد همه ما شما آن است که تاجیکستان آیندهش درخشان است، آینده در صف کشورهای متمدن جای گیرد. این کار حتما در مد اول کردن مانده کار ملت باید با سواد باشد، سطح معرفت داکی جامعه برند. ما به سالمی جامعه و حفظ اجتماعی اهالی نیز دقت مخصوص داده، انفراساختار مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی اهالی را منتظم توسعه و تحکیم بخشیده ایستاده ایم. حالا در 19 شهر و ناحیه‌های مملکت برنامه کفالت‌های دولتی عاید به تأمین اهالی با کمک طبی و سانیتری در ناحیه‌های تجربه‌ای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017 2019 عملی گردیده ایستاده است و این تجربه دوره به دوره تمام کشور را فرا میگیرد. علاوه بر این در نام 3 سال آینده در کشور بیش از 560 بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و دیگر انشاءات ساحه تندرستی بنیاد کرده می شود. با وجود پیشروی‌ها حالا نیز بعضی کمبودی‌ها از جمله در مسئله رسانیدن کمک اولیه طبی که از حساب بودجه مبلغ جاری می شود به مشاهده می رسد. از عرض شکایت ساکنان مملکت که با عنوان دستگاه اجرایی پرزیدنت وارد می شوند، در بعضی مؤسسه‌های طبی در بعضی شهر و ناحیه‌ها هنگام رساندن کمک اولیه طبی از صاحبان شخصان بیمار و کار افتاده مبلغ و داروباری طلب می‌کنند که این خلافت قانون میباشد. کمک اولیه طبی وقتی بیمار وارد میشود در قانون آمده است از حساب بودجه دولت مبلغ جاری کرده میشود. میبخشید یک صدمه روح میدهد و آنه که مریض است در حالت ناگوار قرار دارد، شما در وقتی قبول کردن مریض را یک طرف ایستاده برای طلب میکنید مبلغ روی خط دارواری. از نقطه نظر انسانی هم طبیبی هم درست نیست. این بنیاد پرابلم جدی. یکی از مسائلی که با وجود تاکیدهای دائمی اصلاح نشده ایستاده است، حالا هم پس بودن سطح و صفت خدمت رسانی و معاشرت طبیبان می باشد و رهبران وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه دارند که در این سمت تدبیرهای مؤثر اندیشند. برای همینم من 1 سپتامبر رفته در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بسیار مسائل عمده‌ای که در ساحه بود مفصل ایستاده گذاشتم. دولت و حکومت تاجیکستان با این ساحه اجتماعی، ساحه علم و معارف و تندرستی گویم که دقت اولین درجه میدهد. مبلغ‌های زیاد هم روانه کرده ایستادیم.
لیکن سطح خدمت رسانی هم باید بلند داشته شود. معامله و معاشرت هم باید داشته باشه. ما برای یگان شخص علاهیده نمیکنیم. سال جاری با مقصد پرزور نمودن جوابگری ماموری و جنایتی برای غیر قانونی به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نمودن و به معاملات برآوردن داروهای بی‌صفت یا مهلت استفاده داشته یا استحصال کردن آنها در مملکت، اینچنین در نتیجه فعالیت طبی به بیماری‌های سرایتی گرفتار شدن مزاجان به قانونزاری تغییرات وارد کرده شد. با من صدها عرض شکایتی مردم می‌آید. وقتی سنجیده می‌برند طبیب به کی حقوق کدام در اساس کدام قانون حقوق داده است یا امکانیت داده است که به کودکان کسلی بینهایت وزمینی که به قتل آورده میرساند گذراند. با یک کودک نه، 5-6 کودک. طبیب جواب نگوید در نزد قانون؟ کی حقوق داده است؟ هزارها چنین کمبودی‌ها هست. پیش رای این کمبودی‌ها را کی گرفتن است؟ من همین تکلیف‌ها را در ملاقات 1 سپتامبر در آنجا در نزد طبیبان کردم. آنها نیز در نزد قانون باید کمبودی کردند. با سبب خنون نظری آنها رخ داده است، در نزد قانون باید جواب گوید. پروکراتورای گنرالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر مقامات داخلدار را لازم است که اجرای طلبات قانون را تامین کرده در راه صادرشوی این گونه قانونشکنی‌ها سدی استوار گذارند. حالا در کشور 149,000 نفر شخصانی معیوب، از جمله 15,000 نفر معیوبان گروه یکم، قریب 27,000 نفر معیوبان تا 18 ساله و 71,000 نفر یتیمان عمر به سر میبرند. مبلغ عمومی که هر ماه از حساب بودجه دولت تنها به یتیمان پرداخته می شود بیش از 12 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. ما در آینده نیز حل مسائل اجتماعی از جمله غمخواری در حق گروه‌های آسیب پذیر اهالی، در نوبت اول یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌سرابان مانده و احتیاجمند و نفقه خوران سابقه داران را از جمله وظیفه‌های مهمترین خود می‌شماریم. من در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر علاقه سپارش دادم دایر به این موضوع در هر یک محل زیست، دهه، جماعت، ناحیه، ولایت، هر یک شخص معیوب، بیمار، یتیم، بی‌سرابان مانده تحت نظارت دائمی، موقتی دائمی گرفته شده، غمخواری دائمی وابسته میکنند، غمخواری دائمی کرده شود. ما در زمان صاحب سپاری بر رشد ساحه فرهنگ همچون تجسمگر سیمای معنوی خلق، متحد سازنده نیروهای ذهنی، بیانگر تاریخ گذشته و معاصر، آیین و عنعنه، دیگر مقدسات ملی و تشکل دهنده آداب و اخلاق حمیده اعتباری دائمی میدیم. قابل ذکر است که خصوصا سالهای آخر توجه به حفظ زبان دولتی، سنت و ارزش‌ها و لباس ملی زیاد شده است. در دوران استقلالیت دولتی آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که در دوام عصرها یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌کردند، از قبیل نوروز، میرگان، صده، ششمقام، فلک، اطلس و ادرس، چکن و مانند اینها احیا گردیدند. با تلاش‌های پیوسته حکومت مملکت قسمی از آنها از جمله ششمقام و نوروز به فهرست میراث غیر مادی یونسکو
و شهر قدیمه سرز پارک ملی تاجیکستان به فهرست میراث مادی تشکیلات ذکر شده وارد گردیدند و سال آینده موسیقی فلک، یادگاری تاریخی خلبوک و جشن‌های مهرگان و سده نیز به این سازمان با نفوذ بین‌المللی پیشنهاد کرده می‌شوند. چند پیش با قرار اسامبله گنرالی یونسکو باز یکی از نمونه‌های بهترین هنرهای مردمی ما چکند به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشری شامل گردید. از جانب جامعه جهانی احترام کردن میراث تاریخی و فرهنگی ما در عین زمان اعتراف تاجیکان همچون ملت تمدن‌ساز و فرهنگی می باشد. سلامت باشید. ما تصمیم گرفتیم که سال 2020 جشن یکی از یادگاری‌های باستانی کشورمان شهر قدیمه سرز را دایر نماییم. این چاره‌بینی امکان می‌دهد که ما مدنیت بیش از 5500 ساله از جانب دایره‌های علمی جهان اعتراف شده خود را به جهانیان به طور شایسته معرفی سازیم. این سال را من معین نکردم. عالم‌های سطح بین‌المللی آموختند، سنجیده برآمدند، کارهای علمی گذراندند و معین کردند. ما را ضرور است که یادگاری‌های تاریخی خود را حفظ کنیم، آباد گردانیم و با آنها همچون جزئی ترکیبی سرنوشت ملت کهن بنیاد ما مناسبت نماییم. این قرض ما در نزد تاریخ و نسل‌های آینده میباشد. وکیلان محترم، ما می‌باید نیز مقام زنان را در جامعه بلند برداشته، موقع آنها را در تطبیق سیاست اجتماعی دولت دستگیری می‌نماییم. در زمان صاحب استقلالیم یک قطار استراتژی و برنامه‌های دولتی در این سمت عملی گردیده برای فعالیت زنان امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شدند. برای مثال میتوان از دو ساحه اجتماعی معارف و تندرستی یادآور شد که سالهای آخر در این ساختارها شماره زنان و دختران به مراتب افزایش یافته است. طبق معلومات آماری سال 1991 در ساحه معارف کشور از 95,000 نفر کارمندان همگی 52% را زنان و دختران تشکیل می‌دادند. سال 2018 این نشان دهنده به 70% رسیده است. در ساحه تندرستی سال 1998 از 45,000 نفر کارمندان 25,000 نفر آنها زنان و دختران بودند. این نشان دهنده سال جاری به 51,000 نفر رسیده است که نسبت به سالهای پیش خیلی زیاد میباشد. امروز شماره زنان در صف خدمتچیان دولتی افزایش یافته. سال 2018 در منصب‌های راهبری کننده 19% و در هیئت خدمتچیان دولتی مقامات مرکزی و ساختارهای تابع آنها 25% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. من مثال گفتگی هم میگم. در ناحیه رودکی دو مکتب نوی که ما به استفاده دادیم، در یکیش راهبر مؤسسه زنی تاجیک بودند، معلمه. شماره از 38 نفر آموزگاران 32 نفرشان را زنان تشکیل می‌کند. از 60 نفر ختم کنندگان صنف 11 سال 2018
90% ба донишгаҳои олии мамлакат ва хориҷи кишвар дохил шуданд. ин мактаби рақами 7, мактаби рақами 35, роҳбараш ҷавонмарди тоҷик, ҳайати омӯзгорон 50%-ашро занон, 50% дигар мардҳо ташкил мекунад. хатмкунандагон дар соли 2018 аз 60 нафар ҳамагӣ 20 нафар дар донишгоҳҳои олӣ дохил шуданду халос. ман дар мактаби рақами 5-7 вақте пурсон шудам, аксарият занҳо буданд, 6 нафар мард. малтам як ғайрати дига кунед, 2 сол паси дига ин 6 касам гусел кинетон мешавад 101 коллектив бисёр вай. мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди комил дорем. баробари ин медонем ки зан модар аст, яъне ягона мавҷудест ки инсонро ба дунё меорад ва ба ӯ ҳаёт мебахшад. ба ин хотир мо масъул ҳастем ки ба ин мавҷуди офарандаи инсоният арҷ гузорем, ранҷу машаққат ва заҳмату хизматҳои ӯро қадр намоем. қабул. кош ки дар тамоми сохторҳои ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳокимияти иҷроия дигар сохторҳо алан мисли ки ҳамин рӯз қарсак бисёр аксарият дар ин ҷо ҷавонмард доштанд, алан михел дастгирӣ мекарден аз сиёсати роҳбари давлату ҳукумат нисбат ба тарбияву ҷобаҷо кардани бонувон, занҳо, духтарон. ҳамин дам зоҳирпарастӣ мекунанд. пеш аз паём дирӯз телевизиони Сафина нишон медиҳад. амонатбонк ҳамун шӯъбара нишон медиҳад, 6-7 нафар либосҳо махсус ташкил кардагӣ. амонатбонк ҷаноб ёри мақсад сарзаниш накунем ки мо ҳамин супориша иҷро кардем. ана бинеда мана агар он тараф коӣ дар аппараташ ҳамагӣ 10% бонуво кор намекунад. ҳолон ки дар ин системаҳои бонкӣ, молия, қарз, системаҳои коммуникатсияи электронӣ, алоқа, ин чизҳо бештар бояд духтарону бонувон бештар кори онҳо аст. мардҳо агар кор наёбанд, мо кор ёфта метавем. мана бунёди нерӯҳои барқии обии роғун маоши баланд то 5000-10000 маош мегирад 15 рӯзба. ин ҳазл не, ин кора кардана монда кун. баъзан корҳое ки мешавад дар ҳамин соҳа модарон бисёр вай ҳастанд, ҳам ҳабиб ҳастанд, ҳам бисёр тозакор ҳастанд, поквиҷдон ҳастанд. ин ҳодисаҳои нохуш рӯ намедиҳад. ҳамзамон бо ин аз модарону бонувони кишвар даъват ба амал меорем ки дар риояи қонунҳои миллиямон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд боз ҳам фаъол бошанд. фарзандонро ба зиндагии мустақилона омода карда, онҳоро барои дурусти зиндагӣ ҳидоят намоянд. сарфаю сариштакориро ки яке аз хислатҳои беҳтарини миллати қадимаи мост,
رعایت کنند، در احیای هنرهای مردمی همیشه پیشصف باشند، رسم و آیین، عنعنه و سنت‌ها و فرهنگ ملی ما را حفظ نمایند. بانوان و مادران ما باید مهمتر از همه برای پاک و به آلایش نگاه داشتن زبان تاجیکی که ما آن را معمولا زبان مادری مینامیم، کوشش کرده به نسل‌های آینده آداب معاشرت و سخنوری را با این زبان شیرین و شاعرانه آموزانند. بار دیگر به پدر و مادران عزیز مراجعت کرده از آنها خواهش می نمایم که به تعلیم و تربیه فرزندان اهمیت اولین درجه دهند، مخصوصا در این زمان پرتضاد و پرحوادث، در این زمان جهانی شوی. ما شما شاهد است. جوانان مایه افتخار و سربلندی تاجیکستان عزیز می باشند. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. دستگیری صمیمانه آنها را از سیاستی پیش گرفته دولت و حکومت قدردانی می کنیم و نقشی ارزشمندشان را در همه جنبه های حیات کشور احساس می نماییم. من به جوانان کشور برای دستگیریشان از سیاست دولت و حکومت و خدمت صادقانه‌شان منتداری صمیمی بیان میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. ما به جوانان اعتمادی کامل داریم. امروز قسمی اساسی خدمتچیان حربی و مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. از 23,000 نفر بنیادکاران انشاءات عظیم عصر نیروهای برقی آبی راهون 40% جوانانی تا 30 ساله می باشند. حکومت تاجیکستان برای جوانان توسط آموزشگردانی، ورزش، تبلیغ طرز حیات سالم و آماده سازی ورزشکاران کسبی از همه امکانیت‌ها استفاده می کند. تنها سال 2017 در شهر نایهای مملکت با مبلغ 175 میلیون سامانی 300 انشاءات ساحه ورزش ساخته به استفاده سپارده شد. امسال این روند سازنده وسعت تازه پیدا کرده 230 انشاءات نوبنیاد ورزش مورد بهره برداری قرار داده شدند. شماره عمومی انشاءات ورزشی در ظرف 10 سال آخر یعنی سالهای 2008 2018 به استفاده داده شده به زیاده از 9300 رسیده است. حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطن پرستی و صداقت جوانان ما به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی، گروی امنیت و آسایش جامعه، پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. در شرایط جهانی پرحوادث معاصر بسیار مهم است که جوانان ما مثل سالهای 90 عصر گذشته فریفته تبلیغات نیروهای افراطگرای دینی و بدخواهان ملت تاجیک نگردند. همیشه زیرک و هوشیار و برای حمایه منفعت‌های خلق تاجیک و دولت تاجیکان آماده باشند. حاضرین ارجمند، رشد منبعه جامعه تقاضا می نماید که با مقصد تنظیم همه‌جانبه مناسبت‌های جمعیتی قانون‌های عمل کننده منتظم تکمیل داده شد.
چنین طرز تنظیم حقوقی امکان می‌دهد که مقامات حاکمیت اجرایی فعالیت خود را اساساً به اداره کنی دولت روانه سازد. از این رو با سوبیکت‌های حقوق ایجاد کننده از جمله وکیلان پارلمان ضرور است که صفت قانون‌های عمل کننده و با سطح رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق بودن آنها را منتظم تحلیل کرده لایحه سندهای معیار حقوقی با طلبات روز موافق را تهیه نمایند. طوری که معلوم است برابر داشتن سطح معرفتی حقوقی اهالی عامل اساسی اعمار دولت حقوق بنیاد جامعه شهروندی و تأمین نمودن ولایت قانون می باشد. بنابر با آخر رسیدن مهلت برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان برای سالهای 2009-2019 ضرور میشمارم که برای 10 ساله میبعد برنامه نو تهیه و قبول کرده شد. پیشرفت میبعده جامعه و عملی نمودن مقصد و وظیفه‌های در پیش ایستاده کفالت همه‌جانبه عدالت سودی را طلب می‌کند. ضرور است که برنامه نوی اصلاحات سودی و حقوقی تهیه کرده در دایره آن ساختار و فعالیت مقامات سودی تکمیل داده شود و جهت بررسی با صفت و سریوقتی پرونده ها و اجرای سندهای قبول نموده مقامات سودی چاره‌های مشخص اندیشیده شد. با این مقصد سود انسانی، سود عالی اقتصادی، وزارت عدلیه و خدمات اجرا در مهلت‌های کوتاه‌ترین برنامه نوی اصلاحات سودی و حقوقی را برای سالهای 2019-2021 تهیه و پیشنهاد سازد. در پیام‌های قبلی و دیگر سخنرانی‌ها من اندیشه‌های خود را دایر به افزایش خطر تروریسم و اکستریمیسم در جهان معاصر اظهار کرده بودم. شدت این خطر و تهدیدهای جهانی متاسفانه امروز هم پس نشده است. از طرف مقامات حفظ حقوق وقتهای آخر دستگیر شدن گروه‌های جنایتی که می‌خواستند در منطقه‌های سرحدی و داخل تاجیکستان عملهای تروریستی انجام دهند و آن حادثه‌هایی که در سال 2018 در مملکت ما رخ دادند گواهی این گفته هاست. بنابراین مقامات حفظ حقوق و ساتورهای نظامی را ضرور است که با هوشیاری و زیرکی سیاسی و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی اینچنین با استفاده از شکل و اصولهای معاصر مبارزه را بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی، قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر و دیگر قانونشکنی‌ها تقویت دهد. در این روند دقت اساسی باید به پیشگیری نمودن تروریسم و اکستریمیسم شامل شوی شهروندان مملکت به سازمان و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و به وطن برگردانیدن شخصان گمراه شده روانه کرده شد. از این رو به پروکراتورای فدرالی، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی سپارش داده می شود که در همکاری با وزارت عدلیه جهت تکمیل زمینه‌های حقوقی، پیشگیری کردن اکستریمیسم و تهیه طرز و اصولهای معاصر مقاومت با این ظهورات در مهلت 3 ماه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. تجربه نشان می‌دهد که برطرف نمودن منبع‌های مبلغ‌زایی تروریسم یعنی معاملات غیرقانونی مواد مخدر عامل مهمی پیشرفت در راه مبارزه با این جنایت دهشتناک به حساب می‌رود. بنابراین اگهی نظارت مواد نشه‌آور سرریاست قشرهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختار و مقامات دولتی وظیفه دارند که در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر تدبیرهای اضافه گردش. برای ماندن مبارزه قطعی با عملهای کروپسیونی شرط مهمی فراهم آوردن فضای همدیگر فهمی در جامعه و اعتماد مردم نسبت به ساختار و مقامات دولتی می باشد. بنابراین اگهی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون، پلاتای حساب
прокуратураи генералӣ ва дигар субъектҳои ваколатдори соҳа бояд ҳамкориро бо аҳолӣ беҳтар баромонда ҷиҳати гузоштани сатҳи устувор дар роҳи амалҳои коррупсионӣ тадбирҳои муассир андешид. ҳамзамон бо ин якҷо бо вазорати адлия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди коррупсияро ки соли 2005 яъне 13 сол пеш қабул шудааст вобаста ба шароити имрӯза дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод намояд. муроҷиатҳои сокинони кишвар ба дастгоҳи иҷроии президент нишон медиҳад ки фаъолияти баъзе мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ин самт ба таври дахлдор баромонда нашудааст ва шахсони мансабдор ваколатҳои худро тибқи талаботи қонун амалӣ намесозанд. аз ин лиҳоз прокуратураи генералиро зарур аст ки якҷо бо роҳбарони вазорату идораҳо вилоятҳо ва шаҳру ноё риояи ҳатмии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро аз ҷониби шахсони мансабдор ва дигар хизматчиёни давлатӣ таъмин карда ҳар нимсола ба дастгоҳҳои иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. зарур медонам бори дигар таъкид намоям ки пешрафти босиботи давлат ва ҷомеа пеш аз ҳама ба таъмини амният волояти қонун таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон асос меёбад. таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ амнияти давлат суботу оромии ҷомеа ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва мубориза бо ҷинояткорӣ вазифаи бевоситаи хизматӣ ва қарзи виҷдонии ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. аз ин роҳ тамоми кормандони мақомоти судӣ прокуратура корҳои дохилӣ амният агентиҳои назорати маводи нашаовар назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо мақсади таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ суботу оромии ҷомеа пешгирӣ ва сари вақт ошкор кардани ҷиноятҳо муайян ва бартарафсозии сабабу омилҳои содиршавии онҳо чораҳои ҷиддӣ андешанд. барои расидан ба ин ҳадафҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд пеш аз ҳама худашон талаботи қонунҳоро дар кору фаъолияти хеш қатъиян риоя намоянд ва дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ намунаи ибрат бошанд. ана 50% муваффақияти кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ана ҳамин масъала вобастагӣ дорад. вазъияти имрӯзаи ҷаҳон ва минтақа тақозо менамояд қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бахшус ҷузу томҳои хушруднои сарҳадӣ ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дошта бошад. мо ба қувваҳои мусаллаҳи кишварамон эътимоди комил дорем ва дилпурем ки онҳо минбаъд низ истиқлолияту озодии тоҷикистони маҳбубамон амнияти давлат ва суботу оромии мардуми моро чун сипар ҳимоя мекунанд. таъкид менамоям ки вазъи сайёра дар 2-3 соли оянда боз ҳам мураккаб мешавад. бинобар ин роҳбарони ҳамаи сохторҳои низомӣ хизматчиёни ҳарбӣ бояд ба баландбардоштани сатҳи омодагии касбӣ садоқат ба халқу ватан тарбияи кадрҳо риояи оинномаву низомномаҳо интизоми ҳарбӣ таъмини амнияти давлату ҷомеа ва тартиботи ҳуқуқӣ эътибори доимӣ диҳанд. садди аввали мубориза бо терроризм ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ва қочоқи маводи мухаддир маҳз сарҳади давлатӣ мебошад. дар ин замина мехоҳам бори дигар хотиррасон намоям ки ҳифзи сарҳад вазифаи танҳо сарҳадбонон нест. ҳар як фарди ватандӯст бояд дар ҳифзи марзу бӯми ватан таъмини амнияти давлат ва оромиву суботи ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ ҳамкорӣ намояд. ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди хизмат ба қувваҳои мусаллаҳ
از جمله قشون‌های سرحدی تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. طی 5 سال اخیر برای جزء تام‌های قشون‌های سرحدی 170 انشاءات نو ساخته شدند. این تنها برای قشون‌های سرحدی. در مجموع برای قوای مسلح مملکت و دیگر ساختارهای حمایت حفظ حقوق بیش از 1000 انشاءات‌های نو بنیاد کرده ساخته به استفاده داد. در اینجا من چندین بار ایستاده گفتم بعد پاش کردن اتحاد شوروی با ما یگان چیزی میراث نمانده. ما از صفر شروع کردیم. حتی چی میگویم یک جای خواب کازرمه خواب هم نبود که سربازا رو در آنجا برده وای کنیم. بسیار در کجا جایگیر کردیم؟ در آموزشگاه کسبی تکنیکی، در مکتب‌ها، در باغچه‌ها، در کجایی که بود ما سربازا رو برده در آنجا جا کردیم و سال به سال حال هم بنیاد کردن ما در کار 10 سال‌های دیگر. تنها در خط سرحد دولتی با افغانستان که بیش از 1400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد زیاده 100 انشاءات حفظ سرحد با فعالیت آغاز نمودند. ثبات و آرامی همسایه کشورمان افغانستان برای ما مثل آب و هوا ضرور است و تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی تلاش می‌ورزد که در این کشور دوست صلح پایدار برقرار گردد. گذشته از این طی سالهای زیاد تاجیکستان همچون سپر نه تنها امنیت خود بلکه به خطری منطقه کشورهای پساشوروی و اروپایی را از پنه‌شوی مواد مخدر، سلاح، تروریسم و اکستریمیسم و مهاجرت غیر قانونی تأمین کرده ایستاده است. از این رو ما چه از طریق منبرهای بین المللی و چه در دایره گفت و شنیدها با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی پیوسته دعوت به عمل می‌آوریم که به قضیه افغانستان توجه جدی ظاهر کرده شود. ما کوشش‌های حکومت افغانستان دوست و جامعه جهان را جهت راه اندازی نمودن روند مذاکرات صلح در کشور با اعتدال آوردن وضع سیاسی و نظامی و تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی آن همه جانبه پشتیبانی میکنیم و بار دیگر اصرار می‌داریم که قضیه افغانستان تنها راه حل نظامی ندارد. جنگ و نزاع و مخالفت مسلحانه دهشت است. قتل و کشتار آدمان بیگناه است. قشاقی و بینوایی، بدبختی، کسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیت و دولتداری است. چنانه که ما شما شاهد هستیم ما دهشت جنگ شهروندی سالهای 92 عصر گذشته را جنگ شهروندی تحمیلی را که دشمنان ملت تاجیک به سر ما تحمیل کرده بودند هرگز فراموش نمی‌کنیم و با اطمینان اظهار می‌داریم که مردم ما دیگر به دام فریب دشمنان و بدخواهان ملت که تا هنوز از هدف‌های غرضناک خود دست نکشیدند گرفتار نمی‌شوند. تا حالا جان کنده ایستادند با هر راه واسطه. انا همون هشدار کردن ما به مردم که زیرکی سیاسی را باید از دست ندیم، در غفلت نمانیم، انا همین است. ما همیشه جانبدار صلح در سراسر جهان هستیم و خواهانیم که تمام مخالفت و نزاع‌ها در کدام منطقه یا کشوری که نباشند تنها با راه‌های آسایشته و مذاکرات حل و فصل کرده شد. حاضرین محترم، حمایه منفعت‌های ملی همچون هدف اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که هنوز در ابتدای استقلالیت دولتی
در اساس اصول مناسبت‌های برابری و دوستی با تمام کشورهای جهان معین و پایه‌گذاری گردیده بود باقی می‌ماند. کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که حالا تطبیق شده ایستاده است ادامه منطقی این سم بوده با سطح صفتا نو برداشتن رابطه‌های بین المللی کشور ما را در شرایط نوی رشد جهانی تأمین می‌نماید. وضع نااستوار جهانی معاصر در شرایط شدت یافتن رقابت‌های گیاه‌سیاسی و گیاه-اقتصادی و افزایش تهدید و خطرهای گلوبالی اهمیت تحکیم و گسترش مناسبت‌های بین المللی را دوچند می‌نماید. بنابراین ما همکاری‌های فراگیر را با کشورهای دور و نزدیک و سازمان‌های بین المللی و منطقوی ادامه داده جهت پیشبرد ثمره‌بخش آنها پیوسته کوشش خواهیم کرد. ما با تحکیم رابطه‌های دوستی و رشد همکاری‌های گوناگون جنبه در منطقه آسیای مرکزی اهمیت اولین درجه می‌دهیم. گسترش و تحکیم مناسبت‌ها با کشورهای آسیای مرکزی چون عنعنه در اساس دوستی و اعتماد، حسن همجواری و همکاری سودمند برآمده شده با اجرای هدف و وظیفه‌ها همچنین رفع مشکلات مشترک روانه گردیده است. خرسند بخش است که بعد به حیث پرزیدنت جمهوری ازبکستان انتخاب شدن محترم میرزا شوکت میرامانویچ در روند رشد شریکی گوناگون جنبه منطقوی تمایل‌های مثبت وسعت گرفته غایه آن مضمون و محتوای نوی عملی کسب می‌کند. بار دیگر با قناعتمندی خاطر نشان می‌سازم که سال 2018 در مناسبت‌های دو جانبه با کشور همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ دادند و ما تمام مسائل حل طلب و شدتناک را که طی زیاده از 20 سال آخر بین دو کشور به میان آمده بودند پوره حل و فصل کرده همکاری‌هایمان را به سطح شریکی استراتژی برآوردیم. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. وزارت کارهای خارجی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار کشور وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت وسعت بخشیدن با همکاری‌های سازنده و درازمدت تاجیکستان با کشورهای منطقه و دیگر شریکان عنعنوی هدفمندانه چاره‌جویی نمایند. در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تحکیم و گسترش رابطه‌ها در دایره ساختارهای همکاری بین المللی و منطقوی همچون سازمان‌های بین المللی مالیوی جایگاه خاصه دارند. چنانکه ذکر نمودم سال جاری تطبیق عملی تشبث چهارم جهانی ما دایر به مسائل آب 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 آغاز گردید که برای رسیدن به هدفهای رشد استوار مربوط به ذخیره‌های آب در همه سطح‌ها زمینه ضروری و وسیع فراهم می‌آورد. همگی چند روز پیش یعنی 20 دکبر سال 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قطعنامه پیشنهاد نموده تاجیکستان را تحت عنوان شرح میان مهلت فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018 2028 یک دیلانه و با هم‌مؤلفی 190 کشور عضو سازمان قبول کرد.
سلامت. دیروز من تبریکات منشی سازمان ملل متحد جناب گوتیرش را دایر به همین موضوع قبول کردم با واسطه رسانه. اما شما خبر دارید این قطعنامه جریان بررسی میان ملت دستاورد را به تنظیم در آورده برگزاری دو چهاربینی مهم جهانی را پیش بینی می‌نماید. یکم، برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد دایر به شرح میان ملتی فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 از 22 تا 24 مارس سال 2023 و دوم جلسه سطح بلندی مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت مساعدت به تطبیق هدف و وظیفه‌های مربوط به ذخیره آب در ماه مارس سال 2021. همینطور با اقدام جانبی ما موضوع ذخیره آب در روزنامه سازمان ملل متحد استوار گردیده بار اول چهاربینی سطح بلند و فراگیر سازمان در مسائل ذخیره آب بعد زیاده از 6 سال برگزاری نخستین کنفرانس سازمان در ساحه آب از جانب دبیر کل آن دعوت کرده می شود. باید گفت که کنفرانس یکم سازمان ملل متحد در مسائل آب سال 1977 در آرژانتین دایر گردیده بود. بنابراین ما را ضرور است که همچون جانب تشبثکار مسائل وابسته به آب در سطح گلوبالی با مرام عملی گردانیدن هدف و وظیفه‌های 10 ساله نو را منتظم پیگیری کنیم. هموطنان عزیز، اوضاع سیاسی سیاره حالا بسیار ناآرام و بی‌ثبات و باعث تشویش و نگرانی جدی جامعه جهان گردیده است. چنانکه در چندین سخنرانی‌های خود ابراز نمودم، کوشش‌های از نو تقسیم کنی جهان، مسلح شوی با شتاب، قدرت طلبی، برخورد منفعت‌های اقتصادی و تجارتی و جنایت‌های کیبری تا رفع شدت گرفته جهان را به مرحله نوی جنگ سرد کشانیدند و امروز بعضی سیاستمداران و کارشناسان حتی دایر به خطر جنگ سوم جهان حرف میزنند. این وضعیت ثمرناکی مبارزه با خطر و تهدیدهای زمان معاصر را که همدیگر فهمی و تلاش‌های مشترک همه کشورهای جهان را تقاضا می‌نماید کاهش داده، برعکس باعث پشتیبانی یافتن گروه‌های تروریستی و افراطگرا از جانب بعضی دایره‌ها و استفاده این نیروهای دهشتناک به مقابل منطقه و دولت‌های علاهده می‌گردد. جمهوری تاجیکستان با اعتراف نقش کلیدی و هماهنگساز سازمان ملل متحد و نهادهای دخلدار آن استراتژی جهانی سازمان را عاید به مبارزه علیه تروریسم و کنونسی‌های ضد تروریستی آن، قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی را اساس مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی دانسته آمادگی خود را جهت تقویت منبع همکاری در این عرصه اظهار می‌نماید. به این خاطر تاجیکستان تلاش‌های خود را وسعت بخشیده در سمت مبارزه ثمره‌بخش بر ضد خطر و تهدیدهای زمان معاصر چون پیشتر شریک طبیعی همه دولت‌های دنیا و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی خواهد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای آخر کمبودی و مشکلات در حیات دولت و جامعه اینچنین در فعالیت بعضی زینه‌های اداره کنی جای داشته اینجا بیان شدند و وظیفه‌ها
برای برطرف نمودن آنها نیز معین گردیدند. تأکید می‌سازم که تنها سعی و تلاش صافدلانه، حس مسئولیت در نزد خلق و وطن و اقدام و تشبس‌های سازنده ما را به هدف‌های معین نموده‌مان نزدیک می‌کنند. باور دارم که مردم شریف و سربلند، وطن دوست و وطن پرور و قوی اراده و زحمت دوست ما از عهده برطرف کردن همه گونه مشکلات و اجرای عملهای نیک می‌برآیند. تاجیکستان عزیزمان را بازم آباد و زیبا و پیشرفته می‌گردانند و برای زندگی ارزنده هر فردی وطن شرایط مساعد فراهم می‌آورند. سال 2021 ما جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان را تجلیل می‌کنیم. ما برای استقبال شایسته این جشن مقدس و مبارک ملی کارهای زیادی آبادانه و سازندگی را به نقشه گرفته‌ایم. در این مرحله برای آینده کشورمان سرنوشت ساز هر یکی ما از راهبر دولت، اعضای حکومت و وکیلان پارلمانت سر کرده تا راهبران همه ساختار و مقامات دولتی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها و خدمتچیان دولتی وظیفه داریم که یک مسئله مهم را همیشه در خاطر داشته باشیم. طبق کنستیتوسیا خلق سرچشمه حاکمیت دولتی می باشد. یعنی حاکمیت به خلق تعلق دارد. بنابراین هر یکی ما رهبران تمام ساختار و مقامات دولتی و کل خدمتچیان دولتی باید به خلق صادقانه خدمت کنیم، نه خلق به ما. سلامت باشید. سلامت باشید. یعنی باز هم بیشتر زحمت کشیم، به خلق عزیزمان صادقانه و صمیمانه و با وجدان پاک خدمت کنیم، نقشه های بنیادکارانه خود را سری وقت و با صفت بلند به انجام رسانیم. ما باید تشبسکار باشیم، تمام کوشش و غیرت، دانش و ملکه و قابلیت تشکیلاتچگی خود را برای راهنمایی کردن مردم شریف تاجیکستان و هر یک فردی با ننگ ناموس جامعه به کارهای آبادانی سفربر نماییم. ما باید از استقلالیت و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی شکرانه کنیم. شکرانه وطن صاحب اختیار و محبوبمان را بجا آوریم. آن را صدقاً دوست داریم. با دولتی صاحب استقلالمان صادق باشیم. همه سعی و تلاش خود را به خاطر پیشرفته و نیرومند گردانیدن آن و در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشتن نفوذ اعتبار تاجیکستانی عزیزمان روانه کنیم. این است مراجعت من به شما مردم عزیز و شرفمند تاجیکستان، وکیلان مقام عالی قانونگذار مملکت، اعضای حکومت و کل خدمتچیان دولتی. به هر کدام شما وکیلان خلق، حاضرین گرامی و کل
мардуми шарифи тоҷикистон саодати рӯзгор ва барори кор комёбӣ орзумандам. ҳамеша сарфарозу сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. саломат бошед. Rahmat. یک جا تشکر.